نشر تازه ترین تصاویر لطیف عزیزی از فیلم جدیدش. لطیف عزیزی بالاخره در سینمای امریکا را پیدا کرد. افشای حقایق و رازهای پشت پرده جنجالی زندگی لطیف عزیزی در کشور امریکا و فیلم‌های امریکایی کاملا به دور از تصور لطیف عزیزی. لطیف عزیزی مصروف چی کارباری از گفتنی‌های تازه خانواده‌اش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. لطیف عزیزی دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. لطیف عزیزی کارهای هنر رسانه‌ایش را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خوب کسب کند. لطیف عزیزی بعد از ختم برنامه ستاره افغان هم به کارهای هنر موسیقیش پرداخت که آهنگهای بیشمار سرود دوستداران و طرفداران خاص خودش را دارد. لطیف عزیزی بعد از تولد سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا است و در کشور امریکا هم به کارهای رسانه‌ای پرداخت، اما به گونه دیگری. لطیف عزیزی دیگر آهنگ نه سرود بلکه وی در فیلم های امریکایی نقش ایفا کرد و در بزرگترین کمپانی ها در امریکا مدلینگ کرد. لطیف عزیزی علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این همه در حالی است که لطیف عزیزی تازه تصاویرش به نشر می رسد که در فیلم های امریکایی نقش ایفا می کند. من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای این دختر خانم از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیف عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان ارجمند کانال دنیا اینفو را والله منان امانت گذاشته. موفق و کامیاب باشید.